با سلام و درود، بخش خبری ری نیوز از شبکه ری اوپن میدیا پخش زنده خود را آغاز می کند. اینجا ایروان و من پویا حسینی هستم. ما همچنان به خاموش کردن هیاهو و پرداختن به مسائل مهم ادامه می دهیم و تلاش می کنیم اخبار ارمنستان و جهان را به شکلی قابل دسترس و شفاف با ارائه اطلاعاتی کاملا بی‌طرفانه در اختیار شما قرار دهیم و این انتخاب شما افتخار ماست. در ساعت اخیر خبری منتشر شد مبنا بر اینکه ایران موشک‌های جدیدی به سمت اسرائیل شلیک کرده و در شمار اسرائیل آژیر خطر هوایی به صدا درآمده است. سپس وزارت دفاع اسرائیل بیانیه‌ای منتشر کرد که دستور پاسخ شدید به نقض آتش‌بس توسط ایران صادر شده است. ایران خبر نقض آتش‌بس را تکذیب کرد. خبرگزاری الجزیره نیز به این موضوع پرداخت و نوشت: ما هشدار فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل را درباره موشک‌های پرتاب شده از سوی ایران دیدیم. مقصد شمال اسرائیل یعنی حیفا و مناطق اطراف آن بود. اگرچه در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که موشک‌ها از ایران آمده‌اند، ما هیچ بیانیه‌ای از طرف ایران ندیده‌ایم و اطلاعی نداریم که آیا یک یا همه موشک‌ها رهگیری یا منهدم شدند یا خیر. این خبرگزاری در پایان افزود که این یادآور آن است که وضعیت در خاورمیانه همچنان تا چه حد متشنج و ناپایدار است. اما پیش از آن اتفاقات شب گذشته را مرور کنیم. همانطور که حملات به ایران به طور غیرمنتظره آغاز شد و همچنین ورود ایالات متحده به این جنگ با حمله به 3 سایت اتمی ایران تقریبا غیرمنتظره بود، این جنگ کوتاه به طور غیرمنتظره پایان یافت. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گویا با نوشته‌های خود همه چیز را به نقطه پایان رساند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است که به اهداف نظامی خود دست یافته و آتش‌بس پیشنهادی ترامپ را موافقت کرده. اما به گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بدون کمترین اعتماد به سخنان دشمنان و دست به ماشه آماده پاسخ قاطع و پشتیبان کننده به هر عمل تجاوزکارانه به دشمن خواهد بود. اینکه آیا جنگ اکنون به طور قطعی پایان یافته است یا نه، زمان مشخص خواهد کرد. در هر حال وزیر دفاع ایران ژنرال عزیز نصیرزاده در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود آندری بلوسوف اعلام کرده است که تهران مصمم است کسانی را که به خاک ایران حمله کردند با تمام ابزارها مجازات کنند. و ما پیش از آن ویدئویی تهیه شده توسط همکارم لیلیت مرادیان را تماشا کنیم. ترامپ به همگان تبریک گفت. بر این اساس میان اسرائیل و ایران آتشبس کامل و جامعی برقرار خواهد شد که پس از گذشت 24 ساعت باید به پایان جنگ 12 روزه تبدیل شود. رئیس جمهور آمریکا که از شب گذشته به فعالترین کاربر شبکه اجتماعی ایکس تبدیل شده بود، درخواست کرد که این آتشبس نقض نشود. امیدوارم دیگر نفرتی وجود نداشته باشد. میخواهم از ایران به خاطر هشدار قبلی به ما تشکر کنم تا از هر گونه تلفات جانی یا جراحت جلوگیری شد. چه بسا ایران اکنون بتواند به سوی صلح گام بردارد و من با اشتیاق اسرائیل را به انجام همین کار ترغیب خواهم کرد. ترامپ از ایران به دلیل هشدار پیش از حمله به پایگاه نظامی آمریکا در قطر تشکر کرد. ضمناً نکته جالب توجه این است که تعداد موشک‌های شلیک شده توسط ایران با تعداد بمب‌هایی که آمریکا بر روی سایت فوردو انداخته بود مطابقت داشت. واکنش ایالات متحده نسبتاً خویشتن‌دارانه بود. پایگاه واقع در قطر تخلیه شده است. در حالی که ترامپ معامله آتشبس خود را می‌ستود، اخباری مبنی بر حملات جدید از سوی ایران و اسرائیل منتشر شد. ایران به یک ساختمان چند طبقه در بئرشبه حمله کرد. آمار کشته‌ها و زخمی‌ها به طور مداوم در حال بروزرسانی است. عراقچی وزیر امور خارجه نوشت که عملیات ملی برای مجازات تجاوز اسرائیل تا آخرین لحظه، یعنی ساعت 4 بامداد ادامه داشته است. با این حال، اگر اسرائیل تهاجم غیرقانونی علیه مردم ایران را حداکثر تا ساعت 4 به وقت تهران متوقف کند، ما قصد نداریم پس از آن به پاسخ خود ادامه دهیم. سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد که اگر واشنگتن بار دیگر به ایران حمله کند، ایران پاسخی کوبنده‌تر به آمریکا خواهد داد. ما به رئیس جمهور احمق آمریکا هشدار می‌دهیم که اگر تجاوز علیه ایران را تکرار کند، پاسخی کوبنده‌تر و دردناکتری دریافت خواهد کرد که درسی برای تاریخ خواهد بود.
دست کم 26 پرواز به مقصد دبی و دوحه در فرودگاه‌های دیگری به زمین نشستند. بحرین و کویت حریم هوایی خود را باز کردند. صبح زود نیز اعلام شد که اسرائیل نیز حریم هوایی خود را برای پروازها بازگشایی کرده است. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرده است ایران پیروز شده و اسرائیل را مجبور به توقف حملات به خاک خود کرده است. ما دشمن را پشیمان کرده ایم، او را مجبور به پذیرش شکست و توقف یکجانبه تجاوز کرده ایم. نیروهای مسلح ما آماده پاسخ قاطع و دردناک به هر گونه اقدام تجاوزکارانه دشمن هستند. علاوه بر این، شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد که نیروهای مسلح ایران همچنان در حالت آماده باش کامل باقی می‌ماند و رهبری کشور به بیانیه‌های دشمن اعتماد ندارد. رافائل گروسی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با بیان اینکه از بیانیه‌ها در مورد وضعیت ایران استقبال می‌کنم، از سرگیری همکاری با آژانس کلید یک توافق موفق است. او افزود که وزیر خارجه ایران را به یک نشست دوجانبه دعوت کرده است. گروسی توضیح داد: به عباس عراقچی نامه نوشتم و تاکید کردم این توافق میتواند به یک راه حل دیپلماتیک برای مناقشه طولانی مدت بر سر برنامه‌های هسته‌ای منجر شود و پیشنهاد ملاقات دادم. یادآور می شود که کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران طرح تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی را پس از تشدید وضعیت در خاورمیانه تصویب کرده بود. مفاد این طرح تعلیق همکاری با این نهاد نظارتی بین‌المللی هسته‌ای را الزامی می کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران در این درگیری طرف متجاوز نیست. او در صفحه خود در شبکه ایکس نوشت: ایران به هیچ کس تجاوز نکرده است و ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تحت هیچ شرایطی تجاوز کند. این منطق ایران است. حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، اعلام کرد که از آغاز حملات اسرائیل 44 زن ایرانی کشته و 163 نفر زخمی شدند. در میان کشته شدگان 2 زن باردار نیز هستند که به همراه نوزادان متولد نشدهشان جان باختند. او افزود که 13 کودک جان خود را باختند که کوچکترین آنها 2 ماه داشت. کوچکترین کودک زخمی 4 سال است و در حال حاضر با 50% سوختگی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. به گزارش خبرگزاری تصنیم، یک دانشمند هسته‌ای ایران و تمام خانواده‌اش در اثر اصابت موشک‌های اسرائیل کشته شدند. سید مصطفی ساداتی آرامکی به همراه والدین و همسر و دختر 15 و 8 ساله خود و پسر 5 ساله‌شان جان باختند. روسیه و اوکراین: بر اثر حملات پهپادهای روسی به استان سومی اوکراین 3 نفر از جمله 1 کودک کشته و 6 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. حدود 3 خانه و 4 خودرو آسیب دیدند. این خبر را اوکراینسکا پروادا به نقل از پلیس استان سومی گزارش داده است. گفته می شود که حدود نیمه شب به وقت محلی نیروهای روسی با پهپادهای تهاجمی حمله گسترده‌ای را به یکی از روستاهای منطقه سومی انجام دادند. آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ داد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که پهپادهای هوایی در طول شب 20 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. 14 فروند آنها در استان کورسک و 2 فروند آنها در استان مسکو. و اما رئیس جمهور اوکراین زلنسکی و نخست وزیر بریتانیا پس از مذاکرات اعلام کردند که کیف و لندن بر سر تولید مشترک پهپادهای دوربرد و پهپادهای رهگیر به توافق رسیدند. زلنسکی افزود که کیف از لندن قول تقویت پدافند هوایی اوکراین را دریافت کرده است. این بود اهم اخبار امروز. فردا با گزارش‌های جدید همراه شما خواهیم بود.